اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در دعای روز هفتم از ماه مبارک رمضان این گونه می‌خوانیم که اللهم اعنی فیه علی صیامه و قیامه و جنبنی فیه من حفواته و آثامه وارزقنی فیه ذکرک بدوامه بتوفیقک یا هادی المضلین. خدایا در این روز و در این ماه پناهنده میشیم به تو و از تو کمک میجوییم برای انجام روزه‌داری و اقامه نمازمون. این که بتونیم نماز و روزه بگیریم به کمک تو میسر میشه. خب در این فراز به نوعی ما داریم از اراده خودمون، از توان خودمون بیزاری میجوییم و این اولین راه سعادت یک فرده که برای بندگی خداوند متعال از اراده خودش بیزار باشه. ما در روایتی داریم از آقا امام صادق علیه السلام وقتی که بدگویی امام صادق رو در پیش منصور کردن و امام صادق رو با اون فرد بدگو مقابل کردن، امام صادق با اون فرد بدگو گفتش که آیا قسم میخوری؟ اون فرد شروع کرد به قسم خوردن. والله الذی لا اله الا هو الطالب الغالب الحی القیوم. امام صادق فهمید که آقا جان آهسته تر، این قسمی که میخوری قسم به اسم جلاله است. تو پرانتز عرض بکنی که میفرمایند که در قسم‌های جلاله گویا اثر فوری نداره و این قسم رو امام صادق آگاه بودن به اینکه قسم جلاله اون اثر فوری رو نداره و امام صادق فرمودن که این گونه که من میگم قسم بخور، این قسمی که من بهت میگم رو بخور. امام صادق میفرمان بگو قل برئت من حول الله و قوته و الجأت الی حولی و قوتی. من براءت میجویم از حول و قوه خداوند متعال، از اراده خداوند متعال و پناهنده میشم به اراده خودم، قوت خودم. و اون فرد بدگو هم همین قسم رو میخوره و بعد از اینکه این قسم رو خورد همونجا به هلاکت میرسه. لذا اینکه انسان متکی بشه به اراده خودش، قوت خودش، این اولین مرحله پرتگاه انسانه. لذا ما در این فراز از خداوند متعال میخواهیم که خداوند متعال ما رو کمک بکنه. اگر هم امیر مؤمنان باشیم، اگر کسی باشیم که هیچگاه طلوع فجر از چشمان ما نتونسته سبقت گرفته باشه، هیچگاه نمیشد که فجر طلوع بکنه تا امیرالمؤمنین بیدار نباشد، باز هم وقتی که پیغمبر اکرم علیه السلام حضرت رو توصیه میکنه و میفرمایند که و علیک بالصلاة اللیل، حضرت رو دعا میکنه اللهم اعنه، خدایا کمکشم بکن. امیر مؤمنان هم که باشیم باز به این کمک خدا نیاز داریم. اما یاری رساندن خدای متعال چگونه است؟ خب خداوند متعال بخواد یاری بکنه تو چه قالبی به ما یاری میکنه؟ ما در یکی از دعاها داریم که خداوند متعال با لباس محبت یاری میکنه، یعنی محبت صیام و قیام رو به دل ما میندازه تا ما بتوانیم اون صیام و قیام رو انجام بدیم. در دعا این گونه میخونیم الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. خدایا ما که نمیتونستیم معصیت رو ترک بکنیم، جدا بشیم ازش، تا وقتی که تو محبت این ترک معصیت رو به دل ما انداختی. اینم اراده تو بوده. اراده خدا وقتی قرار بگیره به این که کمک کسی بکنه، محبت اون کار رو در دل انسان میندازه. در ادامه میخونیم و جنبنی فیه من حفواته و آثامه. خدایا مرا از لغزش ها و گناهان در این ماه دور کن. هر قدر مقام خطیرتر، سقوط هم خطرناکتر، سقوط هم بدتر. در این ماه از اون جایی که شیطان در غل و زنجیر کشیده شده و هر چه هست نفس انسانه، هر کاری که ما میکنیم به نفس خودمون برمیگرده. اگر گناه و معصیت بکنیم یعنی خدایا نفس من آلوده شده به این گناه و معصیت، دیگه فردا روزی نمیتونیم بگیم خدایا لغزشی بوده، پامون لغزید، شیطان ما رو وسوسه کرد. نه،
اراده ما به این بوده که دیگه این معصیت رو انجام بدیم. یعنی ما ذاتمون، اون درون ما دیگه متکی شده به انجام اون عمل سو، انجام اون معصیت. دیگه نمیتونیم بگیم کار شیطان بوده، بلکه هرچه هست کار خودمونه. تا جایی این سقوط بدتره که پیغمبر اکرم این چنین میفرما: اللهم لا تغفر لمن لا تغفر له فی شهر رمضان. خدایا کسی که تو این ماه آمرزیده نشد دیگه نیامرزش. این دیگه لیاقت آمرزش رو نداره. کسی که در این ماهی که خدا صدها برابر اثر حسنه میده به اعمال انسان، به اعمال حسنه انسان، این فرد عمل سو رو انتخاب کرده. این ماهی که خداوند متعال حلاوت و شیرینی داده به اعمال عبادی، این فرد عمل سو رو انتخاب کرده. فکر نکنیم که در این ماه گناه همون گناهه و ثواب چندین برابره. نه، اتفاقا گناه هم چندین برابر است مثل ثواب. آثار سوء گناه در این ماه چندین برابر تو نامه اعمال ما ثبت میشه. ورزقنی فیه ذکرک به دوامه. خدایا در این روز ذکر مداومت را روزی من قرار بده. ما در این روز میخواییم که خداوند متعال دوام ذکر به ما عنایت بکنه. دوام ذکری که هرگاه انبیاء خدا از طرف شیاطین مورد وسوسه قرار می گرفتند، با دوام ذکر خدا اون وسوسه ها رو می شناختند و پناهنده می شدن به خداوند متعال، اونم از طریق دوام ذکر. حواسمون باشه که دوام ذکر راه وسوسه شیطان رو میبنده. انشالله که خداوند متعال به فضل و کرم خودش این دعاها رو در حق ما، در حق اهل بیت ما مستجاب بدارد. یک صلواتی بر محمد و آل محمد عنایت بفرمایید.